سید کاظم حسینی متخلص به داور همدانی در سال 1300 خورشیدی در استان همدان به دنیا اومد. ایشون دوران کودکی و تحصیل خودش رو در همدان گذرون و در سال 1325 دیوان شعری به نام روان الوند منتشر میکنه. افکار عارفانه ایشون در غزلهاش متجلی است. ایشون در سال 1371 در استان همدان چشم از جهان فرو بست. که شد پهلوی سهراب از دم تیغت به در خاره، حکیم باستان از نوشدارو خواست درمانش. کنون استاد سهرابی شده با پهلوی ماره. زنده و جاوید ماند هر که نکونام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام او. همدان زادگاه نامآوران بزرگی است که چون تاج افتخار بر تارک فرهنگ کهنسال ایران زمین در طی قرون و اعصار درخشیدند. در این اواخر نام بلند آوازی زنده یاد استاد حسینی داور زینت بخش محافل و مجالس ادبی ایران زمین بوده است. در سال 1300 شمسی در اواخر زمستان سرد دامنه الوند همدان شاهد یک روز پر افتخار بود، زیرا در این هنگام فرزندی پا به عرصه جهان گذاشت که نامش سید کاظم حسینی متخلص به داور همدانی چون اختری تابناک در آسمان شعر و ادب ایران زمین درخشیدن گرفت. نخستین کسی که نغمه شعر و شاعری را به او آموخت پدرش سید محمد علی ملقب به روح الامین بود. سپس در محضر شاعر شهیر آزاد همدانی به کسب معارف شعری پرداخت و انجمن‌های ادبی همدان ذوق و قریحه او را شکوفا ساخت و در همان دوران خردسالی و نوجوانی با فنون و مضامین لطیف شعر و شاعری و ادبیات پارسی آشنا گشت و اشعار زیبایی سرود. روی زیبای تو آینه کجا می‌خواهد؟ خانه کعبه مگر قبله نما می‌خواهد؟ دل ما در پی هم صحبتی یاران است، گلشن ما نفس باد صبا می‌خواهد. هر قبایی به تن لاله رخان زیبا نیست، حسن پیراهنی از شرم و حیا می‌خواهد. چند روزی بنشانش به لب آب حیات، دانه خال تو هم نشو و نما می‌خواهد. هر سری قابل قربانی درگاهش نیست، دار حیرت سر تسلیم و رضا می‌خواهد. آنکه فرمان صفارایی مژگان به تو داد، دل ما را هدف تیر بلا می‌خواهد. خال بی جا ننشسته است به کنج لب یار، چشمه آب بقا راهنما می‌خواهد. بوسه‌ای ده به من و زنده جاویدم کن،
بوسه ده به من و زنده جاویدم کن. درد این عاشق دلخسته دوا می‌خواهد. چون نبوسم لب جان پرور جانانه خویش، مرده تا زنده شود آب بقا می‌خواهد. دیدم چهره زیبای همه لاله رخان، چه کنم این دل بیچاره تو را می‌خواهد. قهرش از ناز گواراتر و دلخواه‌تر است، دل به دنبال وفا نیست، جفا می‌خواهد. این همه عاشق حسرت زده داری و لبت هندوی خال تو را کام روا می‌خواهد. می‌شود کشتی فرمانبر او پشت نهنگ، در دل بحر کسی را که خدا می‌خواهد. یار از داور بیدل غزلی دلکش خواست، یار از داور بیدل غزلی دلکش خواست. گل ز مرغ چمنی شور و نوا می‌خواهد. استاد داور در سال 1330 روزنامه تاریخ را منتشر کرد و در آن مقالات تند و آتشینی بر علیه ایادی استعمار و استبداد نگاشت. مبارزات بی‌امان او با خائنین و مرتجعین و خرافه پرستی داستانی طولانی و شنیدنی است. داور شاعر ملی معاصر و ضد استعمار انگلیس در نهضت ملی شدن صنعت نفت همیشه در صف مبارزان بود و در حوادث منجر به ملی شدن صنعت نفت در روشن نمودن افکار عمومی جامعه تلاش فراوانی نمود تا مردم را از جریان وقایع آن زمان آگاه سازد که قصیده معروف نفت او جزء شاهکارهای ادبی معاصر است و در تاریخ ملی شدن صنعت نفت این قصیده اثری جاودانی دارد. بر زبان کشور جم چون بود سودای نفت، ملت از مجلس تقاضا می کند الغای نفت، ورنه ایرانی به دست خویش ملغا می کند امتیاز افتضاح‌آمیز جان فرسای نفت، که همین امر موجب گردید تا روزنامه تاریخ توقیف گردد. هنگامی که نخست وزیر وقت رزمارا در مجلس شورای ملی گفت ایرانی لیاقت ساختن لوله هنگ را ندارد، چگونه میتواند صنعت نفت را اداره کند؟ استاد داور در سخنرانی پرشور خود در میدان بهارستان تهران با حضور بیش از 30,000 نفر جمعیت مردم آزاده ایران که در اعتراض به دولت گرد آمده بودند، چکامه مفصلی را که سروده بود قرائت کرد و جمعیت با او هم نوا می شدند و تکرار می کردند: دلیر و لایق و بیباک است ایرانی، چو شد آماده حمله خطرناک است ایرانی. در کنگره بزرگداشت فردوسی در دیماه 1369 از ایشان توسط یونسکو و هیئت علمی دانشگاه تهران دعوت رسمی شد و استاد قصیده معروف خود را در حضور 400 نفر از دانشمندان ایران شناس جهان در تالار دانشکده ادبیات دانشگاه تهران قرائت کرد و تحسین همگان را برانگیخت.
استاد داور در اواخر عمر با عزت خویش خانه‌اش را تبدیل به فرهنگ سرای شعر و ادب پارسی کرده بود و به چشم داشت شعرای شهر و علاقمندان به شعر و ادب را ارشاد می‌نمود. استاد داور ضمن آنکه یک شاعر بزرگ ملی بود، انسانی بود آزاد و آزاده و بدور از هر گونه تعصب، والا مقام، بخشنده، با سخاوت و اهل مطالعه و افکاری روشن، نو، مترقی و مذهبی داشت. مناعت طبع و قناعت او زبان زد همه بود. شجاعت و شهامت عجیبی داشت. در روشنی و وفای به عهد و پیمان شهره آفاق بود و در میهمان نوازی بی‌نظیر بود و صریح و بی پرده سخن می گفت. عمری را با شرافت و آزادگی سپری کرد و هرگز اطاعت دونان و ناکسان را نکرد. ارق ملی، حس وطن دوستی، حق طلبی، مبارزه با استعمار، بیان بی‌عدالتی و ستمگری، غم بینوایان، عشق به خداوند لایزال، اعتقاد راسخ به اولیاء دین و اندیشه های عارفانه‌اش همه در دیوانش تجلی دارد. به طور کلی دیوانش تراوش یک روح لطیف ملی و چکیده طبعی طوفانی و یادگار دلی پر از خاطرات است. به همین دلیل آن روز که استاد رخ در نقاب خاک می کشید، گویی شعر و هنر این دیار به خواب فرو می رفت و خورشید عشق و ایمان در سرزمین ایران غروب می کرد. استاد داور آخرین بازمانده نسل شاعران و سخنوران برجسته است که بی جانشین چشم از جهان فرو بست، ولی دفتر زندگانی پرماجرای فرهنگی و سیاسی او برای همیشه باز خواهد ماند و نامش تا ابد در تاریخ ایران خواهد درخشید. آن روز شمع انجمن را دفن کردند، گنجینه شعر و ادب را دفن کردند. این بانگ شاگردان او در دشت پیچید، ای وای، استادی کهن را دفن کردند. آن روز از بزم ادب پیری کهن رفت، پیر ادب گنج غزل مرد سخن رفت. الوند دیگر در صلابت بود داور، الوند دیگر در صلابت بود داور، اسطوره صبر و شهامت بود داور. آن عارف دلداده را ما می شناسیم، آن شاعر آزاده را ما می شناسیم. مجموعه ای از غیرت و فضل و ادب بود، آن مرد فوق‌العاده را ما می شناسیم. همچون گل آلاله‌ای پژمرد و افتاد، جام زلال معرفت را خورد و افتاد. افتاد و مرد، ای وای من، این حرف بیجاست، چون داور آزاده ما مرد و افتاد. در مذهب عاشق بود مردن فسانه، در مذهب عاشق بود مردن فسانه، هرگز نمیرد آن که باشد جاودانه.